به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد، سلام علیکم برادران و خواهران، هموطنان عزیز. امروز میخواستم در باره سرجمی صحبت بکنیم. مخصوص برنامه نگذاشتم برای که دیگه برادرای مخالف هستن که تحلیلگرن، میبروین برنامه میگذارن، در یک موضوع خاص صحبت میکنن. من خواستم که مردم سرجم بکنم، یک کاری بکنیم که به منفعت ملتمون باشه. تصمیم گرفتیم که برنامه های خودمون شروع بکنیم. میخوام که مردم سرجم بکنم، یک کاری بکنیم که رحمانوف به دست بگیریم، به زندان ببریم، یک زندگی خوب داشته باشیم. امروزها به همه معلوم است که رحمانوف گرفت رخشانه حکیمی را 8 سال زندان کرد. دیگراش انسانایی که بودن به تبدلات محکومشان کردن، 8 سال تا 27 سال زندانشان کرد. همه جا نسبت اونا صحبت میکنه که محکوم میکنه، میگن همه حکمان عادلانه. رحمانوف میگن دست بگی ای ظلم نکن ضد مردمی خودت، نکی گوش نمیکنه. برای دیپلماتی عمومی رحمانوف نمیفهمه. اگر میفهمید در این 10 سال میفهمید. 10 سال اخیر به حد برادران مبارز کوشش تلاش‌های خودشون کردند که در عرصه بین المللی رحمانوف بگیم که دیکتاتوریش نشان بدن. واقعا هم این کار تونستن، موفق هم شدن. به همین خاطر من نخواستم یک برنامه مخصوص بمانم و در همون موضوع صحبت بکنیم. برادران عزیز، کسانی که ما را میبینید، خواهش همین است که ویدیو را لایک کنید، در کانال ما ابونه شوید. دستگیری شما پیشروی ما. ای برادران عزیز، لینک در زیر نوار گذاشته شده است، در کامنت هم هست. شما میتونید که با طریق این لینک وارد استودیو شوید، فکر نظرهای خودتان بگید. اگر من ساعتاش همیشه گپ زنم، رحمانوف نمیروه. به همین خاطر من به یک فکر اومدم که از هر یک ناحیه، دعوت من همین است که هر یک ناحیه 5 نفر ما جمع بشیم. انشاءالله که یک برنامه هست که ما در 10-15 شهر و ناحیه ها یک عمل میکنیم، یک عملیات هم میگذرونیم. رحمانوف یا که دلش میزنه میمره، یا که میگریزه. هم دتایتش دیگر راه نیست. یگان جا ما علاب نمیزنیم، ترکیش نمینیم. تنها یک نویستجات، یک جدا یک بگیم که یک چیز میبراید، یک چیز میمونه. من نمیخوام که او چیزا را حاضر در اینجا بگم که حکمت رحمانوف ای پسی من بشه و ای پسی که اما آدمایی که قطعی من رابطه میکنن بدونن، ندونن که ما چی کار میکنیم. همه چیز ما گفتیم، ما برنامه هم نگفتیم که من گفتم که اگر من بیام این سویتان میتیم تا سین 18 ساله 500 سامانی تا این اولی که معلم و دختر و بالنیسه و ملیسه و اینیا خوب میشن. این چیزا را گفتم. نه که این برنامه ای که باید ما زیدی رحمانوف بکنیم، اینا باید من همین مردم بدونیم، همون مردمی که میکنن. دیگه مردم عادی هم باید ندونه این چیزا. به همین خاطر رقم تلفن من هست برادران عزیز، در واتساپ من بنویسه. انشاءالله هر یک شهر ناحیه ما خواهش میکنم که نفرها پیدا شوند، برنامه ریزی بکنیم، یک کاری بکنیم که تلخی رحمانوف بکفنیم. خب اینا درباره چی میخواستم صحبت بکنم. من امروز نه، هر روزه که نباشه من وقت پیدا کردم میبرم در این فیلم. من این خیرکی نیسته که یک روزی معین باید داشته باشم، ساعتی معین داشته باشم که
منم مردم تماشا بکنم. من وقتی مناسب یافتم میبرم با مردم صحبت میکنم. انشاءالله که دیگر خیلی نمیشه که من 1 سال نبودم در میدان سیاست، دیگه انشاءالله که این کارو نمیشه. اگر چی کارم نبره من وقت ما جدا میکنم، میام با مردم صحبت میکنم، میخوام که مردم سرجم شوند، تیستا رحمانوف سرنگون بکنیم. برای چیز من هر روز تلاش میکنم، هر روز وقت جدا میکنم که با مردم هم صحبت باشم. بیای برادرای عزیز دستگیری بکنی و گفتن نمیشوه. این امجد اگر بشینیم 10 سال بگیم یگان گپ نمیشوه، باید در عمل گذاشت. بیای همین کارا را بکنیم. تماشا کنه که چخیر رحمانوف یا میگریزه یا که دیلش میزنه. امده یگه چند قد پیش ما همین سرجع شیم یگان کار بکنیم زیدی همین رژیم به منفیت همین ملت مونه. یک روز پیش آزاد بدن آزادی های. خب بازم یه بار دیگه میگم که برادران عزیز لایکاتون فراموش نکنه. کسانی که مهمونه در کانال ابونه شوه، دستگیری کنین مورا. اینجا برادران گرامی قدر میتونه که فکر نظرهاتون هم در کامنت نویسه. انشاءالله که فکر نظر شما خوانده میشه. کسانی که میخواهند که صحبت کنن در زیر نوارم لینک گذاشته شده است در کامنت هم میتونه که وارد استودیو شوه، فکر نظرهاتون بگین. خواهش من همین است که کسانی که میخواهند با من تماس بگیرن تنها رقم تلفن ما بپرسه خلاص. اینجا خطانه آشکار نکنی، با چهره نبروی، یک کار بکنیم که اگر فایده ما نرسه در ملت لااقل زلال ما نرسه. من همین چیز من میخوام. اگر نتونیم یگان کارم کرده نیکی باید یک کاری بکنیم که زلال نرسونیم. برای که رحمانوف یک دیکتاتور، یک اژدها است که کدام انسان‌هایی که با مخالفین میپیوندن یا که با چهره میبروین صحبت میکنن خانگی اونها را روز نمیتیه. و همین خاطر من نمیخوام که یگان تا شما ژرت بشوه برادران عزیز. و همین خاطر کسانی که میخواه پروست با لینک میدروه رقم تلفن میپرسه یا که رقم تلفن من میمونم. شما میتونه که با رقم تلفن زنگ بزنه. انشاءالله که در این مسئله صحبت میکنیم. خواهش من همین است که هر یک شهر ناحیه 5 نفر میتونه که یک نفر کلانتر باشه که همون گوش کنن، یک 4 نفر دیگه او را گوش بکنن. یک نفری من خواهش من همین است که همه شهر ناحیه یک نفری زنگ بزنه. انشاءالله که یک کار میکنیم که رحمانوف میمونه میگریزه یا که دیلش میزنه. همین دیگه یگان چیزی دیگر نیست. خب خب من رقم تلفن اینجا میگذارم انشاءالله. خب رقم تلفن رو میگذاریم اینجا. پس صحبت منیم که مردم رقم تلفنی من رو ببینن. خوش خب
خب این رقم تلفنی من اینجا میگذاریمش. پس این خیلیش مینیم. این رقم های تلفنی من در اکران های کسانی که میخواهی که یکم کار بکنیم برادران عزیز در رقم واتساپی بنویسه. انشالله که نقشه میکشیم باید چی کار بکنیم. برای این کاری که من اقدام گرفتگیم نشد مبلغش وابشه فکر نکنی او مبلغ هم راست خود نمیشه. انشالله که خودمون توغریش میکنیم. ما یگان کس کمک مالی طلب نمیکنیم که ما را یگان چی کمک بکنه که ما همین کارا بکنیم. من خودم همین کارا میکنم. تنها شهر نوحیات من انسان های در کارن که همین عملا را بکنیم. انشالله که همش خوب میشه. خب رقم تلفن گذاشتم برادران گرامی. میتونه که توسط واتساپ زنگ بزنه، توسط استریمیارد بدروی صحبت بکنیم. کسانی که خواهشی صحبت باشه برنامه ما نه کمتر از 2 ساعت دوام میکنه. به همین خاطر کسی که میخواد فکر نظرش بگه در همین 2 ساعت مرحمت بیای فکر نظرهاتون گوی. خب اینجا برادران گرامی قدر بنویسه فکر نظرهات رو در کامنت های شما رو من میبینم. انشالله که کسانی که نمیخواه صحبت کردن من کامنت هاتون رو میخونم جواب میتیم. یکم مشکلی نیست. انقلاب یک شهر سر کردن در کل یک برادر نویسته است. برادران عزیز انقلاب باید در چند شهر ناحیه باشه. یکی ادنوره مینه اگر در یک شهر باشه اون انسان ها دستگیر میشوند تمام همین قطعی خاموش میشه و میره. در چند شهر ناحیه باید ادنوره مینه یگان کار کردن در کار که بفهمن که مردم بیدار شده است. او چون دیگه یگان کس سری رخش گرفتن هم نمیتونه. حکومت هم دیگه نمیتونه که سری راه ایقا انسان بگیره. در هر شهر ناحیه اگر همین یک عملیه که از ما نقشه داریم که همین کار را بکنیم باور که یگان کس دستگیر هم کرده نمیتونه یگان کار هم کرده نمیتونه. خب نگاه کنه که حکومت چقدر ناعادلانه کار میکنه. چقدر باید ما نبرویم زیدی امخلی حکومت ها صحبت نکنیم. یک تا دیگهش او روز گفت که شما نیتتان ناپاکه شما میخواهید ناآرامی را. والله ناآرامی جامعه تاجیک نمیخواهیم. والله قسما ناآرامیشه من نمیخوام. من نمیخوام که آرام باشه تاجیکستان. من میخوام که تاجیکستان آرام باشه. من میخوام برای یه رحمانوف استعفاش طلب کردن برای قانونی که ما را سر قانون تاجیکستان اجازه دادگی. امروز شما طرفدارای حکومت میخیزه سنگ میزنه میگه که اینا میان چی کار دیگر میکنن. یگان کار دیگر نمیکنه. همیقه نصیحت ها همیقه صحبت ها با مردم که یگان عملی نادرست نکنه یگان جورا نکفونه دزدی نکنه. همه همین سخن ها برای چی هم؟ برای که مردم بفهمه که ما یک دشمن داریم. ما یک ظالم داریم. ما یک نفر هم میخوایم که از تاجیکستان برود. تمام ما دیگه با دیگر نفرها دیگه کاری نداریم.
اونا خودشان میآیند، ما پیش اونا نمیریم، اونا خودشان میآیند با زوره میکنن که ما قطعی شما ما دستمون کوتاه بود، رحمان و ظالم بود، ما نتونستیم که یگان کار بکنیم. این همین گپا مطمئن باشه که در رسانه‌های داخلی تاجیکستان ایدهن این همین بالا مقام ها، این همین کارگر بالا مقام تاجیکستان میشنوه شما هم چیزا را. این همین ژورنالیست هایی که امروز میبرند نیم ساعت نام رحمانوف در اخبار میگیرن، همینا میبرند میگن که رحمانوف یک خواهیم بود. این چیز تاریخ های برادرانی عزیز. اونا فهمیده میشه ژورنالیست است دیگر راه نداره، زندگی شه باید زندگی کنه. اونا نمیتونن. من همیشه فکر میکنم نه که در اصل 21 بسیار انسان ها میتونن که هجرت بکنن، مبارزه شبه بره، نه که متاسفانه امروز مردم ما در بخ رحمانوف ایستادگی های ظالمیش طرفداری میکنه، همه کارش طرفداری میکنه، لیش بکه همونجا زندگی بکنه. زندگی در لبای روی دنیا کرده میشود. با ای تاجیکستان خوبتر بهتر، این تاجیکستان امروزه در لبای جبرا زندگیت خوبه. مردم ما باید سنه نمیدونم دور شوروی بود، مردم ها نمیدونم زوایر بوت کردگی بودن که یگان لباس حلال هم نداشتن. حاجی که باشه دور رحمانوف مردم ها نمیمونه که بروین یگان جا بخوانند دیگه دولت ها، بفهمن زندگی چیه، دولت باید چه خیل باشه. ما اومدیم دیدیم. من از جهت رحمانوف با تشکری میگم که همین رژیم بود که ما با اروپا اومدیم، ظلم کردن، خستیم اومدیم دیدیم زندگی را، اومدیم دیدیم که مردم چه خیل باید زندگی بکنه. چی با ما مردمی تاجیک نمیتونستیم همین زندگی هایی که امروز در همین اروپا هسته ما هم را نمیتونیم در تاجیکستان پیاده کرد. 100% میتونیم. ما بسیار چیزای قیمت بها داریم، سنگ، اوران، همه این چیزا را ما داریم، تیلا، پخته، آب، این چیزا را ما هست. اینا تنها یک کلاه در کار که استحصال بکنه و بفروشه. برادران عزیز، این حکومت نتونست تنها برای استحصال کردن همون چیز میروه خطای میاره 50 که 70 دستی کار کرده شده. تو نتونستی در 30 سال در 5 سال آدم ها قدر تیار میکنن. در 30 سال شما نتونستی که یگان قدر بسازه که ایگیجا تیلا تا بیاوه، ایگیجا نفت تا بیاوه، ایگیجا گاز تا بیاوه، این چیزا نداره. همه همسایه کشورهای ما یکی احترام میکنن میبرورن. چرا تاجیک نمیتونه؟ تاجیک فقط پریکال شده که تاجیک باید بپره. متاسفانه همین خیلی شدگیه. به همین خاطر باید ما یک کار بکنیم که اختراع کار باشیم. ما اومدیم اینجا این دولت ها خیلی فهمیدیم که چیکار کردن در خود برای دولت پیش بردن، چی کارها را باید کرد. حکومت ما ولی ای چیزا بو نمیبره. برای گرمیدهی، برای سوید، برای ای افتاب سوید گرفته شدن، ای شمال سوید گرفته شدن. ما هم که پشته داریم که تاجیکستان آفتابی های ما میتونیم که سولنشنی پنل بزنیم با مردم سوید بتیم. باید یگان فیرما یگان تاجیر باشد که همه چیزا بخره و بیاره با مردم بفروشه. اینا رای پل. این چیزا را حکومت پیشنهاد نمیکنه که بیای همین کارا را بکنی. یا که یک کس بخواه که بکنه میاید قطقش میقپه، نمیدونم نفس کشیش نمیمونه. به همین خاطر بخشش زیاد کمی بیماریم، انشالله که میگذره. خب
و همین خاطر رهای بیزنس حکومت نمیگذاره با مردم که مردم یگان کار بکنن یا که بیزنسمن ها مگر یگان چه پیشنهاد بکنن نمیدونم چند مبلغ میتیه که بعد همو کارتا بگیم سر بکنی. من یک چی میگم در حکومت آینده مردم بیاید دستگیری بکنیم یا کار بکنیم در حکومت آینده همه تاجرها یک مدت نالوگ نمیتین فقط ای کارگراش نالوگ میگیرن خلاص برای که او آدم جای کار تامین میکنه برای مردم 3 سال 5 سال باید او انسان همون شرکت پول گرفته نشود نه تنها آدمایی که مثال کارگر حکومت با مثل رحمانوف و بعد رستمش 1000 شرکت داره این خیلی نه آدم کارگر دولت حق بیزنس نداره باید نداشته باشه بیزنسمن کارش باید بیزنس باشه سیاستمدار کارش باید سیاست باشه این رحمانوف که همه را گلگا و دختگی دختری گاو اومدگی خیرورگی آدم شدگی یا که پاسبان نمیدونم پادوان اومدگی گایی شدگی در این چیزا باید متخصص خودش باشن اینا اولی تا حال نفهمیدن که هر کس باید با اختصاص خودش باید کار بکنه این چیزا اولی هم اینا درک نکردن اینا مثال میگیریم بک صبورش در گیجا خوانده است که وزیر علاقه که گپ زنیش روسیش با من قریب با من ایو خوبتر گپ میزنم زبان روسی را با حیث وزیر شما شرم نمیداره که یک آدمی نمیوه که وزیر بمونه که شما با آدمای دور سیوز هسته باید زبان روسی را پرفکت باید شما گپ بزنی لیکن متاسفانه نه زبان روسی را پرفکت گپ میزنه نه یگان زبان انگلیسی را نه یگان زبان را خب سلام و علیکم و سلام برادران عزیز کامنت ها راستش تیزی بد می نویسه من خوندهش هم نمیتونم خب برادران عزیز همین سیلکه در همین لینک در زیر نواری ما گذاشتگیه شما میبینی همین چیزا خب اینجا برادران عزیز من رقم موندگی میتونه که زنگ بزنه صحبت بکنه میتونه که واتساپی زنگ بزنه میتونه که در استریم بیایه صحبت بکنه یگان مشکلی نیست خب الو الو سلام علیکم و علیکم السلام سوزی تنجی برادر تشکر ما ایمی داخل زنگ میزنه مقصد کم پیشنهاد محقول شید مقصد این پیشنهاد کارلگی امیر چه خیلی بلند از این گپ زنیم که اوجه دتاو سرم وایرون شدگه که کرشتای سرم پریدگه ده مقصد اوجه دیگه در لوگوی رحمتی یورونده مقصد تری من باید برم برای که نرم برادرم ما بردگی محکم کردگی اگر من در راه نبرم من مردک نیستم باید مردک باید خاص بگیره ده این خیلی بله درسته برادر عزیز بعدی برنامه من زنگ بزن انشالله که من 2 ساعت زیاد نمیخوام برنامه طولانی بشه بعدی برنامه انشالله یا بنویس یگان سابشن بنویس که در بالا ببروی انشالله قطعی در تماس میبرم انشالله که یک نقشه کشی میکنیم یک کار میکنیم ما میخوام که دیگه شهر ناحیه هم باشه برای که یک شهر ناحیه نمیشه که یگان کار کرده طلب ما همین ایسی باید ما نه کمتر 15 شهر ناحیه های مرکز همین گرد اطراف باید ما یک کاری بکنیم که
одновременно бошада ҳам кор ҳама як вақт бошад. тамом иншаалло бародари азиз баъди барнома иншаалло суҳбат мекунем дар ин бора. иншаалло ки ҳамаш хуб меша бародар. иншаалло ба рӯзои наздик чавзи чанд бачаҳо ҳастанд ай чанд шаҳру ноҳияҳо ман номнавис карда мондагим. иншаалло баъди барнома тамос мегирем, иншаалло вай мекунем, суҳбат мекунем дар ҳамин бора. тамом, худо нигаҳбон. салому алайкум. хоб бародарони гиромӣ, ҳаминҷа садои ҳамин ватсап чӣ хел буд? ягон кас метавона бигӯяд ки хуб буд, паст буд, баланд буд? барое ки як нафар боша ки бигӯяд ки садо хуб буд ё ки не. иншаалло ки бо хубтараш мекунем. хоб садо 100% туғурия. хоб ин иншаалло ки мардумам пайдо мешавад. иншаалло ки мо ба орзуҳомо мерасем. мардуми тоҷик просто хоҳиш ҳамин аст ки дастгирӣ бикунем ҳамун шаҳрҳо ноҳияҳое ки қариби шаҳри душанбе ҳасте ё ки ай хатлон ҳам боша ягон боке надорад. фақат ай шаҳрҳои калон хоҳиш мекунам дар тамос бироед бародарои азиз. як барномарезӣ мекунем, як корро мекунем ки иншаалло як вақт ҳамаи ҳамин бародаро ҳамин амаллоро анҷом бидиҳанд. иншаалло ки дига ҳамаш хуб мешавад. раҳмонов ҳамин қадам мебарем кирпични давлат озод. мардум уже метавона ки дига озодона фикр назарша бига. хоб اینجا برادران گرامی قدر ما را از 300 نفر زیاد تماشا داره. خواهش میکنم که ما را دستگیری بکنین، بمونین، لایکاتون در کانال ما ابونه شوین. انشاءالله برنامه خوب ای پیش ای پدیلید بکنین نواری ما را. کسانی که میخواهید صحبت بکنین لینک گذاشتگی های زیر نوار میتونه که شما همو نام برنامه در سر ویدیو در مجیقی ایشای مجیقیش میبره نویستگی اگه لطفاً به همین پیوندک وارد استودیو شوید. میتونه که لینک بجیقی بیای صحبت بکنیم. خب رقم تلفنم در بالای اکران موندگی های. این واتساپ های، تنها واتساپ های. انشاءالله که اولی تلگرام هم توغوری میکنیم که با تلگرام صحبت بکنیم با مردم. خب این ما را برادران گرامی قدر 300 نفر تماشا داره. ما 60 لایک گرفتیم. خواهش میکنیم که برادرای عزیز لایکاتون دریغ نداره. لایک این سببی زیاد شدن این بینندگان میگرده. خلاص تا آخری برنامه روونش آخری برنامه بگیرش من در کار نیست یگان چیز. پراسته اگر 100 دانه لایک باشه 10,000 پرسماتر میگیره ویدیو. 100 دانه لایک باشه در نوار 10,000 پرسماتر میگیره. اگر زیاد باشه باز زیاد میگیره. به همین خاطر برادرای عزیز بمونه که دیگه مردم ها بفهمن که همین برادرای مخالف چی میخواهن. لیش نه من بگن که چی میخواهن ایمان بفهمن همون چیزا. من میخوام که یک برنامه بکشیم
واردی تاجیکستان بشین. دیگه ایدوری ایستاده گفتن این دیگه فایده نداره، برای که دیدیم به چشممون که حقوق بشر این اینا همش رحمان فقط اونش هم باشه گفت که زید سعید آزاد که آزاد نکرد. چندین برادرانی که پاژیز نیان اونا را گفته که آزاد چون نکرد. این رخشانه حکیم برای محکوم کردن سودچه گرفتن 8 سالش دادن. شکرجان حکیمов همو خیلی دیگر نفرایی که بدن همینا را گفتن که زندان نکنه کرده. دلیل عملیات تا حاضر میگن که آزادش کنه آزادش نمیکنن. به همین خاطر با نویس و نویس با گفتن دیگر نمیشوه. باید ما یک کاری بکنیم که کار باشه با منفعت همین ملت باشه. برادران عزیز، طلب من هم همین است که همه شهر و ناحیه‌ها خواهش من همین است که یک برادری برای بسیار یک نفر برای ان شاء الله ما میتونیم رحمان فچپا کرده. ما باید یک کاری بکنیم که آینده فرزندامون خوبتر زندگی بکنن. خب الو، بله، سلام علیکم. بله باپی تشکر. نمیخواد زحمت کشیدن زنگ زدن تنها با پیش. خب با پیش باشه انشاءالله که میریم. شما هم خواهش همین است که به طرف نباشه، در وقت برنامه دستگیری بکنه. خب الو، بله، سلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. سوزی تنجه کاکا. تشکر. انشالله که خوب هستین. الحمدلله. سلام خدمت به همه برادران رساندنیم و در چی گفته برای همون پیشنهادی که خطام کردگین، منم همچون برادرانی که در این راه مقصد مبارزه بردستم، منم تیارم در همین راه و گفتنی هستم و بازم میگم که مقصد برادران عزیز بخیزین، دیگه به این راه نمیشه. اینا برادر مردم میپرسیدن که باشه یگون کسی اینا ما میخیزیم، اینا برادر تیاره. اینا منم تیارم. من اینو یک جلدین بلخی هم تیارم که بزید همین نامرد، بزید همین شکل مقصد مبارزه خدمت برم. کدام وقتی که همین چه بگم مقصد مردم تیار کشیده، اینا من تیارم. همین کدام وقتی که چه بگم آخی. بله درسته برادری عزیز. آمادگی جدی که دیدم ما در بر شما هستم برادری عزیز. بله درسته. چون که ما راست دیگم مکتب میانه را بود کردم اومدم همین روسیه، بیزار همین روسیه شدگیم. دل ما گرفته دیگه. میفرام در بر مادر، در پیش مادر پدر مادر خودم باشم. بله درسته. برای همین گفتم که برادران لبایکا. بله درسته. کیه نمیفوره که در پیش زن فرزند، در پیش پدر و مادر، در پیش یار و دوستش باشه در وطن. طوری ما برای برادران گفتم که باور که من حالی یارا میبینم نمیدونم برای چی میترسیده باشن، برای چی کم میترسیده باشن. حال شو ای حالی سگ در بدن در همین روسیه. نه که یک گپ نشد همین سگ رحمان رو میگوی تلخشون میکنه که آی گپ نگو که فلان بسمدان تمام میگوی که اگون از رویلای نعوذ بالله ای چی دم بالاش میدونن. او برای ما یک سگ یا آقی پدر. ما همه گفتنیم که با طرفدارای رحمان هم گفتنیم بسیاری هاش همه بینم میگن که ایو هیچی ندارن، دعوای وطن گرفتن دارن. آقی پدرها پیغمبر خدا وقتی پیغمبریش اعلام کرد، حضرت یگان دربارش سه تا غلام، همون غلامای بودن که دربارش که مقصد همراه پیغمبر خدا، وقتی پیغمبر خدا میگفت که مقصد بشارت میداد فارس روم گرفتن شد، مردم خنده این مشرکا را خنده. این کدوم طرفدار رحمانوف همون مشرکای مکه
ایواد بده خندهشون میگیره که این پویلیچو مقصد دازی وطن گرفتنه. انشاءالله ما وطن میگیریم، رحمانوف از سرنگو نمیم. انشاءالله قدی اویله ظالم گفتی گفت قدی سگ شغال همش انشاءالله نست نابود میشوه حرام. انشاءالله که خوب میشوه. تمام برادر عزیز انشاءالله در علاقه باش. انشاءالله که بچه ها جمع شده سودیان انشاءالله داخل میدرویم. انشاءالله بر روزای نزدیک کار میکنیم که انشاءالله منم تیارم. اینم ما برایم برای جان دادن تیارم انشاءالله که دلنشی هموطنای ما زندگی آروم پوسکای دایی را ما بم برمن نه که هموطنای ما آزاد باشن، ای غلامی بروین. برادر هدف ما هم همین چیزه برادر عزیز. انشاءالله که کار میکنیم که الله نگهبان باشه برادر الماس. در پناه خدا برادرها لایک خودتان بگذارین، دستگیری فراموش نکنین. انشاءالله مبارزه قریب آمدگیه بچه‌ها. ای چی میترسه دیگه؟ بله ولی مردم ما خیال میکنه ما اکا الماس جان بسیاری برادرها که بحث میکنن نشد همین کارو، بسیارشون میگن که ای همین رحمانو برو یا تایدگاش میاد تو شپر میکنه که ای برادر یا تایدگاش میاد یک بار در حیات مبارزه که بودیم دیمش که اومد یا اینا برادر احمد اومد یا برادر استاد محمد اقبال اومد یا تایدگاش اومد دیگه کدومی که در سر حکومت اومد میترسه میگه که او برادرو یک بار انقلاب کردن دیگه هم کار خطا را کردن در کار نیست. هم 5 سال استودی کفای کارو چه دیگه کس بیا همین دیگه کس که اومد اویلویش که نکردی حکومت ها انشالله تنگ میشه و این بعد ای یا تای دیگهش میاد تو شپر میکنه تو خیلی میکنه تو چند سال دیگه ما عقیب نمیزنیم برادرم، ما پیش میریم ما عقیب نمیزنیم اگر یک کسی دیگه در جای عقیبه در بیاید. بله یا فراموش نکنه برادر عزیز. بله این فکری ظالمانه فکری به عقلی تو نه سرتون دور کنه یک کسی دیگه بیا چند سال دیگه عقیب میزنه یک کسی دیگه بیا انشالله 100 سال دیگه ما پیش میریم. بله برادر درسته. ای باور که من حیرانی همه آدمو میشه بخدا مرده که کلام عقل نداره، مرده که کلام همه گپ میگو این هم خیلی عطویت میدن باور که اکجا سرت ویرون میشه و من نمیدونم او چی فکر داشته باشه سرش سپیچیده ریشش سپیچیده از این همینجا در همین راسیه سال 12 عربکشه با طرفداری امیر رحمانو میکنه. برادر عزیز این حکومت 33 سال شد مغز سر مردم شوشتگی ای به همین چیز دیگه این مردم ما فکر میکنن که اگر یک کسی دیگه بیا بو همین رنگ همین رحمان بیاد دزلای ایواد المونش همین بیسته همون همون ای یا شما یا پیشوای گفت دیگه بو پیشوا هم نباشه یا پرزیدنت عادل ببینه یا پرزیدنت نو ببینه. ما کدوم 28 رفتم همون وقتی که چشم ماوی کردم همین عقل پدر در سر حکومت. بله یا پیشروی ببینین یا ترقیات ببینه. همین روز تماشا کردم با نرخی همون سویتی که نمیتم که همون گرم کردن ما حیران شدیم ای عقل پدر تو بکدم و گفتی همون چی بگیجات فکر میکنی همین کارو را میکنی. بله الله ترا لعنت کنه عقل پدر. بله برادر عزیز خدا خورش کنه که مردم ببینش که مردم عذاب بود. الله باشه اکدون خداوند قوت من بوده انشالله این رژیم خونخور گفت دیگه با این رژیم عقل پدر هم انشالله که ما نست نابود میکنیم انشالله. خب خدا نگهبان برادر عزیز انشالله که الله نگهبانت باشه انشالله ما 24 ساعت دستیوی ازم همین یک گفتی گپا یک اشاره در کره همون اشاره را که مقصد مردم که جمع کشیدیم با کجان یک چی دیگر را گفتن در کره که همین اینم باز ما زنگ زدم مقصد پیشنهاد کردم ما تیارم با همین خیلی مرم هست همین را اهمیت دادن در کره که مقصد با کدومش همون طرفدارای همون رحمانوف نباشن که مقصد برای فریب کردن مردم و برای فریب کردن همین را خشرو تحقیقات بودن در کره جان. تمام نه دایی بارش خوبه انشاءالله که ما امنیتی های خوشاش میفهمیم که امنیتی های
انشالله خدا همون کنه که پسترک همی آقی پدر نیست نبود. انشالله یک کار میکنه که با انتخابات نمیزنه. انشالله. برادر 30 سال شد باور که شما تا چی فکر میکنه دیگه 30 سال همین انتخاب دروغی آخی باور که من نمیدونم دیگه. من در همون انتخابات پیشینش بودم اکا جان، انتخاب گذشتگیش ده، اینم انتخاب شدگیش ده. باور کن یک همسیفی من همون نگهبان همون چیا بود، من همون مردم هم میگفته بچه گیجا میره همین انتخابات دروغی آخی. دروغ والله قسم دروغ یگو چیزی او راست نیست، او پات زندگیش دروغه. بله نره انتخاب انشالله این انتخابات چخیل بگم این انتخابات انشالله سرنگومی همین رژیم رحمانوفای. بله. الله لعنت کنه. خب برادر عزیز تشکر زیاد. انشالله که اینجا برادران هم هستن که میخوان صحبت بکنم. بله شکر جان، الله نگهبانت باشه. برادران عزیز در پناه الله باشه. انشالله آماده ایم با جان، با تن، با خون با ضد خائن مبارزه بردن اکا. الله نگهبان تو باشه. بله خدا نگهبان. در پناه الله اکا جان. بله خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر، همینجا می نویسه که صدای این برادر خوب بود یا که نه، برای که او دفعه کم دیگرتر بود واجب با کمتر دیگرترش کردم که بفهمیم که در همون کامنت بنویسه که صدا خوب بود یا که نه این برادری که گپ زد با تلفن. خب اینک برادران گرامی قدر، ما را تا 400 نفر تماشا داره، خواهش میکنم که در کانال ما ابونه شوه، بمونه لایکاتون با یار رفیقاتون پدیلید بکنه. ای شما همین کمک من میخوام، دیگر یگان چیز دیگر نه. همین لایک موندن شما پیشروی ما. خواهش میکنیم که برادرای عزیز ما را در همین باره دستگیری بکنید. من نمیگم که ما را یگان مبلغ گذاری بکنه که ما یگان کار میکنیم. برای او کار میکردگی من مبلغ هم دارم. یگان انشاءالله من امروز اول گفتگیم که من این مردم یگان سوم نمیگیرم، این نیت هم ندارم. خواهش من همینه که شما فقط من دستگیری بکنید که همین مردم ببینه همین نوارها را. یک نفر همین شما لایک میمونه یک سبب میشه که یک نفر میایه که سبب انقلاب میشه در تاجیکستان. برادرای عزیز خواهش میکنم ما را دستگیری بکنید. انشاءالله که برنامه کشیدگی خوب است. تنها از همه شهر ناحیه ها دعوت من همین است که یک نفری دو نفری ببروین. انشاءالله که یک کار میکنیم که ادنوره مینه در یک شهر ناحیه های کلان رحمانوف میبینه، میفهمه، در رادیوها در رسانه ها میبرن میگن که اینا بگیم که مردم مخالف همین کار کرد. ما مخصوص نکی خودمون نداریم. ما وقتی که همون کار کردیم دیگه میگن که همین کار کدام گروه کردگیه. به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه. انشاءالله کار 1000 پهلوش فکر کردگیم. انشاءالله که در دست یگان ظالم نمیافته. این چیز تحریزی کرده شده نشد، این چیزش شما یگان خیلی فکر نکنی. تنها همین چیز در جا میمونی خلاص میره. اوسنش دیگه اوسشه من همینجا تغییری میکنم همینجا ششتگیم. خب برادران گرامی قدر، 400-500 نفر ما را تماشا داره، یک نفر در استریم نمیوه. برادرای عزیز بیاید، کسانی که میخواه یگان چیز بگین بیاین فکر نظرهاتون رو بگین، یا که میخواه که تلفنی زنگ بزنین رقم تلفنمون هست. ما برادرای عزیز 2 ساعت برنامه‌مون طولانی نمیکنیم. در روز 2 ساعت انشاءالله یک روز پس ده یا که هر روز ما برنامه دارم. انشاءالله که میبریم با مردم صحبت میکنیم. خواهش همین است که برادرای عزیز دستگیری بکنید.
دستگیری شما چیه؟ همون لایک های پدیلیت های این همه چیزای دیگه چیز نمیخوایم و شما. خب نگاه کنید که چندقدر رحمانوف ظالم ای که مردم بیگناه ها سپکتاکل کرده در زندان کشت. ولی در چند جا چند خیلی معلومات های، در یک جا 3 نفر، در یک جا 6 نفر، در یک جا 12 نفر. یگان کس دقیق شان نمیگه که همین نفر است اونجا. این تنها سپکتاکل میکنه در بین مردم، میبرویه کینو میکنه، نشان میده. این برای چیه برادرای عزیز؟ همین کارا رحمان برای چی میکنه؟ شما اگر اهمیت دادگی باشه یک 5-6 سال اخیر این یکم باشید نیست که در زندان میخوای یا خیلیش نمیدونم گفتن که زهر خوردن، نان خوردن، نانی پوپانک زدگی، یا تا دیگه گفتن که ترما میگریختن، یا تا دیگه 1000 عنوانشون دادن، اینش آوردن رب به ایگیل دادن. گفتن که ما میدونیم که ما زندانی داریم، ما میدونیم که برای زندان یک سر دچکه کردن چند قینای تا موی سر پرویرکه میکنن. چخه که یک بیرق میوه میدروه و اینو نمیدونم، یا که واقعا این حکومت ضعیفه که همین داعش آمدگیه، این ضعیفیش اینا را نشون میده. اینا خیالشون کینو کرده مگه با فایده مونه. این بزلل شما که شما کار کرده نتونسته که امروز در درمی شما بده آدمای داعش رو بدین. من چند بار شد بگم که خیریت همونو هستن که در کله همونو میزنه. اگر نه در کله کی میزده یک مخالف در تاجیکستان نمیوی. حاجی وی برفته شده مردم نو همه دپوتاتی خود چه نمیشناسه. اینا بیاید رادیو آزادی تماشا کنه که میبره در کوچه ها میپرسه که وکیل شما کیه؟ نمیدونن. در کی آواز میتی؟ نمیدونن. یگان کس نمیدونه، فقط جناب عالی بگنه رستم نمیدونم. او به غرض اینا دیگه در تاجیکستان آدم نیست. ما میخوایم که یک نفر دیگه بیاد رئیس جمهور شود در تاجیکستان. ما میخوایم یک نفر دیگه وابشه رحمانوف نباشه، یا آدم دیگه باشه که بیا کو ببینیم او چی نشان میده، چی کار میکنه برای ملت. شما در 32 سال نتونستی از سویت الیمنتر نداده. سویت که خدمونه که این راهبر دولت وظیفش همینه که باید بروه به طلبه ای دیگه جو سویت بیاره برای مردمش بتیه. وظیفه رئیس جمهور آن اینه. این نیست که خنی مردم بمکیه سویت مردم بگیری بعد نمیتونه به افغانستان و به ازبکستان و به پاکستان بفروشی، پلشه در کیسه خودت بزنی، تاشه به بودجه دولت هم نروه. به همین خاطر برادرای عزیز این رحمانوف صلح کردن، به رحمانوف داده گریفت کردن، این چیزا حال قدر بین ما نمیخوایم که به رحمانوف بریم صلح کنیم بگیم که بیا خیلی تمایلی بیسته تا بیسته خیلی این کارا رکه و کارا رکه. نه، رحمانوف تنها باید زندان بروه. پلایی که دزدیدگی میلیاردها را باید به خزینه دولت برگردونده شود. این خیلی نیست که رحمانوف بگریزه و جونش خلاص باشه. رحمانوف گریخ رئیس جمهوری که نمیقپه نمیارش او استعفا میکنه میروه. باید سرت در سنگا بزنی برای رحمانوف بکشی بیاری خطی پلای دزدیدگیش. کدومش جنایت کردگی بدبختو، خسر بچه‌هاش، دماداش، دختراش جنایت کردگن همش محبوس شوند. چه خیلی که امروز مردم محبوس میکنه یگان چیزی نمیتیه در زندان، انا میخوایی بدبختا را نگاه کردن در کار که بفهمن که چه خیلی اینا ظلم میکردن. شما را 1000 بارها گفتم به خوبی بیا یک کار بکنه که بررجدی بشه و همی کار. شما نمیفهمی، شما زبان دیپلمات را نمیفهمی، شما زبان تاجیکی را نمیفهمی، شما زبان دیگه چیزا میفهمید که متاسفانه ما کم ترک
کمی دیگر موندگی به همون چیزی که شما زبانش میدونید. ما میایم به همون چیز. بعد انشاءالله که میبینی. به همین خاطر حاج هم سری وقته کسانی که در بر رحمان و فصل این چیزا دانسته بگیره که مردم بالاخره یک روز میخیزه در میدان سامانی شما را میارن بز میکشن. او چون شما دیگه نمیتونه گفته که خیلی ما همین خیلی نمیتونید. شما میتونید. گنرالا شما میتونید. چند تا ای کار گرفت. ای کار میگیره تو محمد سید عبیدالله چه در سینه میزد. من دیگه مودم در تاجیکستان دیگه جای دیگه محمد سید عبیدالله کو دیگه نفسش نمیبره. همتون همیشه میگیره ای وظیفه میگیره تون میبره زندانیتون میکنه میکشتون. رحمانوف این رحمانوف اگر وفاداری میکرد به سنگک سفرف میکرد که همون انسان آوردش سری قدرت. امروز اولاد سنگک سفرف نابود کردگی. این رحمانوف یک کورنمک این در کدام کاسه که خود بخورد همون کاسه تف میکنه. ای بدبخت. به همین خاطر با رحمانوف یگان نمودی صلح نیست. ما نیت صلح هم نداریم. ما تنها چه خیلی رحمانوف میخواه ما انشاءالله آمادگی میگیریم همون قدش مبارزه میبریم. یکم بر رجلی میگیم میگذره. دیم بعد کار میبینه. این مردم با این ظلم هاتون شما با این ظلم هایی که کرده شده فکر میکنه که این مردم دیگه همین خاموش میسته. شما چند ظلم میکنه هموقا این مردم بیشتر بیدار میشه. در تاجیکستان آیا خانه یک کس دو کس سه کس در زندانه. برای چی 307 یا 189 نمیدونم یکیش سلفی زده یکیش پاکتی زده برده زندان کرده. یک از گپی حق گفت برده محکمش کرده. ژورنالیست برده محکم کرده. ادوکات برده محکم کرده. ملا را برده محکم کرده. حافظ برده محکم کرده. نمیدونم رپریست هم برده محکم کرده. همه را شما ولی بیشتر انسان ها میگن که تنها در تاجیکستان رحمانوف همین دیندارا را رقم میتین. نه برادر عزیز، پروسه دینداراش هم ما میبریم همینجا میگیم که فلان دیندار ابو رحمانوف محکم کرد. پروسه ما که بلچ که دیگر ساخه ها نیستیم ولی بلچکای همونو هم هستن که میبرین طلب میکنن همون رپریستش ای رپریستش نمیدونم دزش ای دزش. به همین خاطر به رحمانوف یگان نمودی صلح نیست. ما صلح هم نیت نداریم. انشاءالله که ما برنامه همون کشیدگیم کار میکنیم که رحمانوف بقپیم و کیرپیش ببریم. چیزی که دزدیدگی بودجه دولت به بودجه دولت برگردونده شود. این همیقه این جنایت هایی که این اولاد کردگی های ما انشاءالله که همشه در نزد قانون جواب میده. خیلی سمسود نباید باشه. در دوره رحمانوف چپا کردن یک پرزیدنت موقتی میمونیم که دولت اداره کرده بتونه تا انتخابات مردمیه. دعوتی نمی دعوت هایی که این برادران میبرن در همین ایفیرو گپ میزنن. دعوتی ما همینه که برادران عزیز باید ما تنها سلمان رحمانوف باشه. نه که باید ما یا ملیسه من زدگی بود یک نمیدونم یا امنیتی من غم دادگی بود من برم حالا یگان کار کنم. نه، وقت ساعتش میوه برادران عزیز اگر ظلم کرده است قانونی عرض میکنی دولت جزاش میتیه. این خیلی اینه که سمسود اگر ما سمسود بمونیم اجازت بتیم سمسود در تاجیکستان آدم نمیمونه. باور کنیده مردم ما گنده قصد گیره. اگر سمسود باشه من صدها آدم را قصد دارم که برآمدگی من را دشنام کردگی یه خیلیش برای دشنام شمنه دشنام این کوی یک گپه. با آدمایی که من را در امنیت بردگی زدگی هم بگناه
یگان گناه ندارم، من بردگی زدگان 12 شبانه روز. امنیت قبادیان، امنیت شهر توس، اینو فکر نکنه که شما من میام شما را یگان کار میکنم. شما را قانون اگر یگان کار بکنه، من شما به قانون میسپارم. خود من یگان سمسود یگان کار نمیکنم. ایتسا دانسته بگیری. من رنگ شما وره ظالم نیستم. عرض میکنم نسبتان دولت اگر نسبتان یگان کار بکنه میکنه، نکنه تون توکلتون به خدا. به همین خاطر اگر سمسود بمونه نیمی مردم باید نباشه در تاجیکستان. برای همه هدف های همه برنامه های مخالفین، کسانی که میبرن ایفیر میکنن، همین یکی برادرای عزیز، ما تنها یک دشمن داریم، این رحمان و سرنگون بکنیم هممون خوب میشیم. در چند برادرای ازبک، لقای، قلق، قنقرات، نمیدونم ترکمن، همه اینا در تاجیکستان زندگی میکنن. کسی شهروند تاجیکستان های پاسپورت تاجیکستان نداره، او شهرونده، او صاحب حقوق های، او حق داره که فکر نظرش بگه، آزادانه برای فکر نظرش زندانی نشوه. باید ما یک دولت بسازیم برادرای عزیز که مخالفان نروند اروپا و امریکا گپ زنند. او خیلی مخالفه باید ما قبول نکنیم. این تنها در رژیم‌های دیکتاتوری که ما نمیتونیم در داخل گپ زده، پس اون خارج میایم و بعد به خودمون کمند دست از دعوت میکنیم و نبرویم یک کار میکنیم. خب اینجا چند برادرها هستن، انشالله که قبول میکنیم، پس اون با صحبت میکنیم. خب مهاجر سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر عزیز شما صداتون هست اما کمی میچسبه. چی دازید؟ بله صداتون خوب است، بفرمایید. بله بله. صدا هست или нет؟ بله بله صدا خوب است. شما رو چطور نمیفهمم؟ صدای من نیست برادران؟ کسانی که ما تماشا داره خواهش میکنم همینجا بنویسه که صدای ما هست یا که نه. در همین کامنت بنویسه که صدای من یا که صدای برادر هست یا نیست، برای که برادر صدای من را نمیفهمه. خب آواز هست، صدا خوب نیست. اینا چه بفهمیم؟ هست برادر عزیز. خب این برادر برآمده استودیو. خب برادر عزیز به طرف نباشه، ما را تای 500 نفر تماشا داره. خواهش میکنیم یه بار دیگه کسانی که تازه وارد شدگی برادر عزیز بمونه، لایکاتونه آبونه شوید در کانال ما، دستگیری بکنین ما را. خب یه بار دیگه خیر. خب سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. چه برادر ما سوزی؟ تشکر، بفرمایید برادر. برادر هم خیلی از سوال داشتم. یک سوال دو سوال اگر چیک позволит که اگر سه سوال هم بتیم وقت уже باشه یک دو سوالای چی نیست є سوالای осоне осоне که ممکنه که مثال короткий ясно понятно مثال جواب شد. برنامه‌ای که او سالی گذشته برنامه کرده بودی چند تا برنامه کرده بودی، خیلی چه بگم برنامه خوب رفته بود، خیلی اینجا در پایمانایی که در برنامه بودم خیلی بسیار بود. چی گفتنیم یک تا программери که داشتی که میخواستی که در تاجیکستان روی مثال سرور جمهوری تاجیکستان شای پرزیدنت شای، همه باز هم همین پلانا در فکرت هسته خوی که بله مثال با دیگه خودشونیسته؟ نه من میخوام که مردم آغاز سرجم کنیم، انقلاب بکنیم، پس اون نامزدی من میمونم. اگر
کسی که نباشه این مخالفا میوین نهضت، پیمان، 24 وطندار، پارتیزان، کسانی که مخالفن امروز مرا میبرم حزب آزادی و عدالت به برنامه 500 پلوس هم میبرم دعوای رئیس جمهوری میکنم. نفهمم چه связи من или связи شما چخله که در بین چخله شدیست اینجا اینترنت. نه من شما را خوب میفهمم، اگر ممکن مشکلی در شما ای برادر عزیز. مشکلی ممکنه ما چنم داره VPN قدر اومدگی ما که اکانت سوز شد نه شما سوز شد چی گفتم چی برنامه داری در آینده کی در будущее کی در دولت جمهوری تاجیکستان در وطن خمون چی برنامه داری نه اینکه کسی که شما شین کسی دیگه شود مثال هر یک آدم برنامه خودش داره برنامه رو برای هر یک برای پرزیدنت شدن یک برنامه رو کمش یکنیم 2 سال 3 سال هر یک پالیتیک مثال هر یک چی خودشون تیار کرده میمونن برای تو میدونی چند تا پاموشنگ در کورای کی для того مثال برای چی создавать کنی برنامه رو برادر عزیز من احمد نیستم که اوله خودم بمونم همه قشر جامعه نه بس یک سکوند ما چوپلوس نیستم مرا прекрасно که فهمیدی که ما کی هستم نیستم برادر یک گپی که гап дар он аст ки мисол айҳози агар ҳамаи раҳе ки қабул кардагӣ ичен як сол якним мисол рӯи рӯзшод барномаро ки чиқа бош рафтаси бурдастӣ хеле хуб аст не ки барои президент шидан ту бояд именно худат одам тайёр кунӣ برای پرزیدنت شدن با وقتی خودت پرزیدنت باشی تو باید آدمایی که با سواد عمومی چیکار تیار کردن که برنامه سازند 4 زبان میدونن 7 نفر تیار کرده شدن گپ در زبان نیست نه برادر الماس برادرت میگم براتت میگم چنین همون چنین مایو یک گپ دیگه که گپ در وای 7 8 زبان نیست گپ درگاه 100 زبان هم بدونی و گپ давай نیست برای پرزیدنت شدن تو باید کار میکردی در تاجیکستان میفهمیدی رنگ نه مویدین کبیری واره فهمید وای آدم اوپو داره من نمیگم که پگا مویدین بگیره مونیم نه وای آدم اوپو داره برای وای مثال پرزیدنت شدن تو باید یگان چی در برای پرزیدنت شدن نباید که تو اوپو داشته باشی همین ترامپ هم اوپو نداشته نه من فهمیدم ما فهمیدم او ترامپ چخلی که президент Америки را با فکر مفتستی و ترامپ و ترامپ پاجیز امو چخلی بودن بیزنسمن هم تریوه گپ در اون است که ترامپ подготовка кадаgian якин выборшам дим выборшам фаҳмидӣ то ҳами димги выбори каданаш ки трамп чандин та штатора давно уже гутичи под себя взял фаҳмидӣ олай одама подготовка кадаgian просто такиш ка президент шида наметона ту медони колоссальный гуфти марак днери давлени чи дар кора ки президент шидан барои ҳамаи айҳози тайёрита бин ин кори осон нестай и ба гуфтан ман мегум чи барои президент шидан дада бояд айҳози мустаҳкам бикапи айҳози ҳара чи бояд ҳушёр бошӣ бухони буфаҳми пурси фаҳмидӣ ответственный ҳар як законе ки бародар алмаз гӯш кун мара هر از زکونی که در تاجیکستان میباشه دیکتاتور برادر عزیز نگاه کده من میخواهم که بیام تا سنی 18 ساله 500 سومانی بتیم گپ در 500 سومون نیست الماس یک 500 سومانی خود 10,000 سوم گپ در وای نیست گپ در اون است که در یک سال کمش 30-40 تا закон برورن закон تو пешки میخونی خودت президент خودش میخونه уточнить میکنه میفهمه آیا همی выгода است نیست هر یک закон президент خودش подпись میمونه آیا همی выгода است نیست آیا ущерб نمیاره آیا залал نمیبره آیا همی چای بسیار دیکتاتورها любой مثال жесткий закон قبول میکنن اگر مثال свободно مثال демократически باشه یا همون законایی که میکنن باید در торговля медицинская политика внутренний наружный чан همون закон میشه فهمیدی تا نیاره مثال айҳози амёр агар сарфам нарай пага вақти президент шиди و осон نیست فهمیدی هر یک گرگی که ایدور نگاه میکنه 1000 تا اشکت میگه
фаҳмидӣ. барои президент шидан ту бояд круги хита биковӣ маҳкам кунӣ. аввалаш круг надошта бошӣ ту нич касӣ, фаҳмидӣ. ай ҳозир ту бояд круги хита маҳкам кунӣ. агар ман ҳамин нотуғрӣ бугум нотуғрӣ барои президент шидан кори осон нестай. вай не то что Раҳмонов ояндада халқ айти требуд мекунад ҳар як сухани тира ку чинда менависонанд. ҳар як гапи гуфтагита миҷа затанда ҳар як ҳовне гуфтагита менависонанд. барои чӣ ки абишат кардагӣ ту ответственности дар пеши закон дар пеши халқ. кори осон нестай. ман валлоҳи қасам ку ман гап дар вай неста. худованд метавонад 100 сола президентит кунад. ман медонам ки мисол ти хеле одами чиқа бугум мисол надорад. на самом деле ту одами зулми чини ҳаёта дидагӣ айсара гузаштагӣ зуру зиндагӣ ҳамаша мефаҳмӣ. конечно мефаҳм медонем. барои президент шидан вақти давлат али шид халқ шор мешавад, халқ бедор мешавад, халқ айти требуд мекунад. вот чанд сати дига депутатҳо айти требуд мекунад. ин кори осон нестай. барои чӣ як гапо гуфтанд аввал ту бояд айхид уверен бошӣ ки бигӣ, фаҳмидӣ. уверен набошӣ ку ба худо қасам ку дуруд меояд. ин кори осон неста президент шидан. агар 100 та басавода ҷамъ кунӣ ку ҳар як одам яташ тида мисоли ошибка қида мекунад. специально одамое ҳастанд ки даргири президент ошибкара мекунанд дар публика мегӯям, фаҳмидӣ. ва идо задагиам ки чӣ неста, фаҳмидӣ. ту ж Раҳмонов нести ку ҳар одамои хита бари маҳкам кунӣ, фаҳмидӣ. ту ж слово додагӣ закон қасам хӯрдагӣ пеши халқ қасам хӯрдагӣ ки ман ҳар як одами свобода мемонам, фаҳмидӣ. барои президент шидан ту бояд ай ҳозир подготовка кунӣ хита круг биё одам биков, фаҳмидӣ. биё чӣ хел подготовка кардан чӣ хел тайёр шудан. Трампа тайёр кардагиам вай просто так президент намешавад. вай одама тайёр кардагиам, фаҳмидӣ. дуюмги президент дуюм бор шидан президент шуд қариб 20 чанда 17-18 штата ба гуфти чӣ ки 1 сол 2 сол 14 қариб чанда штата чикар ку договор ка уговорит ка гирифт гуфти дагирид намош бо чанда хеле одамои профессор хавру чиянд, фаҳмидӣ. вай просто так президент шидан осон нестай. командат маҳкам бошад. ман просто нестам валлоҳи қасам ход 100 сол президент шавам. ман медонам ки мисол ай ту раҳм дорӣ, имон дорӣ. ман мефаҳмам, медонам. на ки бояд ай ҳозир тайёр ина мебинӣ ки мисол ина мисол бигирем як чӣ ки короткий аст нада ина Муҳиддин Кабирӣ чӣ хеле боша набоша чанд сол дар дуруи Тоҷикистон кор кардагай камаш як 20-25% мефаҳмад. внутренний наружный политикаро мефаҳмад. сарфаҳми рафтани давлат пеш рафтани закону незаконно чиша мефаҳмад. вай одам кор кардагай. този кор кардагӣ нест дар ягон ҷои давлат ту сарфаҳм намераи кора. абсолютно, фаҳмидӣ. ҳамн як китоби законро битиҳанд ку та ҳамонро даже сарфаҳм намераи. то одамое ки набошанд мисол нафаҳмонанд чӣ кор кардан чӣ кар иха ту подготовка шида наметавонӣ. ай ҳозир ки метавонӣ ки фақат оянда дар давлат дар куҷош кор кунӣ ту ай ҳозир бояд тайёр бошӣ. ай ҳозир бародари азиз нигоҳ кида ҳамин одамое ки ҳозир мефаҳману наменанд ҳамин хубае ки як одаме ки вообще дар сиёсат набуда меояд ӯ одам хубтар мекунад. фикри ман ай нигоҳ кида ки ҳамин раисҷумҳури Сурия ҳозир ягон маҳал дар ягон ҷо политика набуд, як қумандон буд, фақат кӯҳ ба кӯҳ ҷанг мекард мегашт. имрӯз омада раисҷумҳур мешидааст ку бародари азиз қиниш ҳамун чиз бидан ӯ синиш мешавад. ҳамин одил бошӣ. ман фаҳмидам. ҳамин та айхил 100% уверен дорӣ ки дар ҳамин чанда промоушен мегирӣ? айхил боварӣ дорӣ? бале чӣ ване? ту худат як вақт дар барнома гуфтӣ ман дар Европа ҳеҷ кара боварӣ надорам. ту чӣ хел президент шуданӣ ай ҳозир? бародари азиз ман аз Европа одам намебарам. дар дри Тоҷикистон одамое ҳастанд ки кор мекунанд дар дри Тоҷикистон дар бари ман. ман инҷа кадроҳо ҳастанд ки бачаҳо хонда шудиянд, бачаҳои ёш фаҳмидам. бародар Алмаз ягон вақт мара ҳадан наша. ягон вақт бародар Алмаз ҳадан наша. ягон вақт. аввалаш худованд, дуюмаш ки худо як қуввати чишта битягу чӣ ки ҳадан наша, фаҳмидӣ. ҳар як коре ки ҳадаш пешкӣ гуфтӣ ошибкаи калон мекунӣ. аввалаш ки мо бояд уи власта алиш кардан дар кор, фаҳмидӣ. баъд далши худаш ҳамаш видно меша ки кӣ бояд сардори давлат шавад. ягон вақт ҳадан наша, ягон вақт баланд гап назан. ягон вақт
ай куҷо نه медонӣ барои انشالله аввал بلند گپ ҳамин نزدی. спокойно кор борта бар ҳичка против неста ва аллоҳи қасам гуфти чӣ ки хоки 100 сол президент шавам. Ман медонам, ман уверен боварӣ дорам ки мисол одами бараҳм, одами дилсоф, одами чӣ кале боша набоша бесавод нест, мефаҳми камо бес внутренний наружи политика мефаҳми соображат мекунӣ мефаҳмам не ки аданаш ягон абишат накунӣ пеши халқ ягон чӣ на 1 рубл на 10 рубл ягон вақт абишат накунӣ. Вақте конституция қонун позволят кард, тогда ты метавонӣ бироӣ гап занӣ. Тоже президент нести, ки тоже вообще не обязан гуфти мара ягон кас ягон чӣ абишат накунад. Вақте президент кишиди қасам хӯрд пеши халқ ба чӣ, тогда метавонӣ ки ягон чӣ абишат кунӣ. Ада наша ягон вақт. Корта пеш бурдам мегам аш видно меша. Давай брат. تمام تشکر زیاد هم خمینیم. خب چی گفتنیم برادران گرامی قدر ما را 500 نفر زیاد تماشا داره خواهش میکنم کسانی که تازه وارد شده بمونه همون لایکاتونه پدیلید بکنه برادرای عزیز آبونه شدن فراموش نکنه در برنامه های ما هدف از این برنامه برادران عزیز آزادی مردم تاجیکه دیگر یگان چیز دیگر نه بیاید دستگیریمون بکنه برادرای عزیز من نمیگم که منم مالی کمک بکنه یگان چی نه برادرای عزیز الحمدلله من شرایطم خوب است تنها برای بینندگانم زیاد شدن شما من کمک بکنه که مردم بیدار بشه و مردم بفهمه که یک برادر پیدا شده است که یک برنامه انقلابی کشیدگی میخوام عملی بشه برادرای عزیز برای که ای دوری اگر بشینیم اینجا گپ بزنیم رحمانوف نمیره رحمانوف به خوبی گفتم استعفا بدبخت نرفت رحمانوف گفتم این ظلم را نکرده شده این نمیفهمه زبان آدمی را این نمیفهمه این زبان دیگه چیزا میفهمه و همون زبان قطعش گپ زدن در کار به همین خاطر برادرای عزیز خواهش همینه که بمونه لایکاتونه آبونه شوه دستگیری بکنید همین ساحه من دستگیری بکنید بعد خواهش من طلب من همین است که همه شهر ناحیه ها خواهش من همین است که یک نفری زیاد در کار نیست همه شهر ناحیه ها یک نفری یا برنامه انقلابی داریم ان شاء الله که از نفرمینا همه کس در شهر ناحیه ها همین کار میکنیم یگان آدم ضرر نمیبینه یگان کار نمیکنیم که غیر قانونی باشه بعد رزولتات چه میبینی در دوام این 24 ساعت باور کنی ما میتونیم مردم تاجیک تغییر خود بونه تغییر بتیم تقدیر خود بونه تغییر بتیم ایچ ما میتونیم خواهش همین است که برادرای عزیز رقم واتساپ در روی اکران لینک گذاشتگی در زیر نوار میتونه که بدروی فکر نظرهاتون بگه یگان سوال باشه سوال جواب باشه جواب من راستیش یگان برادرانی باشه که همینجا می اومد می درآمد دما شام شده است نماز شام می خوندم ان شاء الله که با برمیگشتم یگان نفر میشید همینجا صحبت میکرد یا 5 دقیقه ما ان شاء الله که نماز می خوندم برمیگشتم خب اینجا در تلفن خواهش میکنم برادرای عزیز وقتی افیر ننویسه برای که نویسنگی شما را من جواب دادن نمیتونم میتونه که زنگ بزنه در زنگو که جواب میتیم زنگ زدن یگان مشکلی نیست خب سلام علیکم السلام علیکم رحمت الله برکاته برادر آواز خوش به حالت و با پروگرام ساختی با برنامه کردی قانت از زن و مسئله ای که همه فکر خودش دارد برای اوین اگر که زید رحمانوف باشه چی خواهد همون گپ زند لیکن من گفتنی هستم که از این برنامه ها مردم اول سیاسی کمتر خوبه میگیرند و آینده بعد از
یا دقیقه بیسته من 5 دقیقه صحبت کنیم، من یک نماز شام میخونم ان شاءالله که برمیگردم. او بهادر برادر، بهادر من گپ دادم میگیرم. خوش که باشد برادران عزیز، خواهران، هموطنان، باور کنید وقتش رسیده است که ما از حق حقوق خود دفاع کنیم. چند برنامه‌ای که مبارزه میکند این به نفع خلق است، به نفع مردم است. باور کنید این حکومت خودکامه بی سوادی، بی ناموسی، بعد نفس رحمانوف تا همین درجه ظلم ستم برای مردم میکند که تا بس گفتن. من باور کنید همین آنچه که در زندان وحدت فرزند تاجیک قتل کردن، بگذار اگر که جنایت صادر کرده باشد، گناه داشته باشد، او باید همون حکم جزایی که چند سال است و باید همون جزا رو تا آخر شته برآمدنش در کار. لیکن این سپکتاکل که رحمانوف کرد با حکومت های با مقاماتش، این به نفع خود رحمانوف. بینید که در هر یک پیش از انتخابات رحمانوف خون میریزاند. چخیلی که خودش گفته است با خون آمدم با خون میرم. البته او با گیمرای میرد. او فکری نه فرزندش میکند نه فکری نبیرش میکند، برایش که پس از مردن رحمانوف این همون گرد و اطرافش، باور کنید خود همون گرد اطرافش نابود میکند. خیش تبارو نزدیکای رحمانوف. برای همقدر جسور شدن در کار، ناتر شدن در کار، ترس از خود دور کردن در کار. برادرو من میدونم، من برای این آدمای سال خورده سین خورده اینها افشی مول دویدیم، ملک دویدیم، از قفای منصب دویدیم، انا فرزندای خود گفتیم خطی نشو، خوردار نشو، زندگانی خوب هست. برای همقدر این همش فریب و نیرنگ برای ما. خدای خودش برای ما رزق داده است. ما بیمار میشیم رزق ما همون است، میموریم رزق ما همون میخوریم میریم، اول اضافه یگان چی نمیبریم. برای همقدر من فقط برای همین کمتر برای نسل نورس دلم میسوزد. برای چی که اینها هیچی ندیدن. همین حکومت وقتی که سر قدرت اومد رحمانوف، نمیگم پس از 10 سالش، نه بگذار 10 سال خدمت مردم کدگی باشد، پس از 10 سالش یگان نسل نورس زندگانی خوب ندید. بیچاره در بدر رنگ غلام حلقه برگوش بیرون از وطن میگرده. بینید که زن میگیرد با زنش درست خواب نمیکنه، فرزنددار میشد فرزندش درست نوازش نمیکنه، خانه میسازد همون خانهش به زندگانی کرده نمیتونه. برای چی که سالش 12 و در غلامی. یک ماشین میخرد همون ماشین به سوار شده نمیتونه. برای چی که همین تاجیکستان رفت ماشینش به سوار شد، اگر که همون پدرانت مقامات فهمد که این از روسیه آمده است، جوشیدن سر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم گفته خانهش آمد، تگی درش از نلاگش سر میکند تا دیگرش آمده دست دراز میکند. برای همقدر با این حکومت از حساب خود خورانده گشتیم. این حکومت بی‌ناموس بدنفسه. من باوری دارم که مردم منو نقص درک کرد، ترس دور کردن در کار، میموریم، بی‌تلف نمیشه. برای همون قدر حرکت کنیم، با یکدیگر دست کمک کنیم. هیچگاه دور نباید ایستادن. از کمترین
حق و حقوق خود دفاع کردن در کار. از کمترین بر همسایه قپید بیگناه ما باید برش بایستادن ما در کار. یگان خیش تبار قپید حکومت غیر قانونی عذاب میتید برش بایستادن ما در کار اول دفاع کردن ما در کار. ما تو برای یک دیگر بار به بار نیستیم. این حکومت روز به روز ظلم سیستم بالای ما بسیار کرده شده است. خدا اگر خواهد انشاءالله من مطمئن که حکومت رحمانوف به آخر میرسد. این آخران قدم هاش برای که دیگه رحمانوف دروغش با حکومتش دروغش با یگان کس باور نمیکنه. این ایوازی کادرها از نبودن کادرها هست. تا حاضر یگان متخصص حلال نمونده است. باور کنید از این ساحه میگیرد برای این ساحه میموند، از این ساحه میگیرد برای این ساحه میموند، از این رایون میگیرد به این رایون میموند، از این رایون به این رایون. این از حساب نبودن متخصص تمام دوز و متهم گرد و اطراف جمع شده است. برای همین ما میخوام که همین برنامه هایی که نو میکنن اون شخصانی که برای ما برنامه میکنند باید دستگیری کردن در کار، لایک گذاشتن در کار، پدیلیت کردن در کار. اگر علاجش بشده با بله، تشکر زیاد برادر عزیز. خیلی وقتی خودتون دریغ نداشته. مال ملکی دادن در کار که یاردم کردن در کار پولی. من باوری دارم این عوض نمیشه. وقتی که یگان آینده برای همقدر همه ما سرجه حکومت مبارزه بردن ما در کار. نوابسته خیلی که میفورد همه خیلی مبارزه بردن در کار. یراق سخن زدن به این نمیشد برادر. دیگه سلامت باش برادر عزیز. تشکر زیاد. میندار که شما ما را چند دقیقه ایواز کردین، نماز خوندیم. تشکر زیاد. خدا نگهبان. خب اینک برادران گرامی قدر، برادرم خیلی سخنهای خوب گفت. باید که ما مردم نفرایی که میبرویند یک ایده دارن باید دستگیریش بکنیم. نخواد که من ای رحمانوف خوبتر نکنم. من به زبان خود میگم که اگر ای رحمانوف خوب نکردم شما میتونه که من بدار بکشه. سرقانون میمونه، قانون کسی پایمال میکنه، او آدم در نزد همون قانون جواب میده، میره زندان میشه. من میگم که دجک اگر من باشم رئیس جمهور، من نمیگذارم که مخالفی من برای اروپا گپ زنم. در تاجیکستان رسانه داده باید شود، رادیو داده شود که برایان فکر نظرهاشون بگن و ادعاشون به مردم بتیان. امروزه انتخابات اینجا سوال اینجا در 500 نفر تماشا داره. خواهش میکنم بنویسه که کدمید میشناسه دپوتات محلی تونه. اینجا بنویسه که میشناسه یا که نمیشناسه. خواهش همینه. یا من نمیدونم که قسم 10-20 نفر نمیخورم که اگر بشناسم دیگه مردم عادی نمیشناسم این دپوتاتای محلی را. اینو کیان؟ چه اومدن به پارلمان راه یافتیان؟ کی اینو رای داد؟ اینا تصادفی اومدن؟ تنها رحمانوف چیزی بگه هم کارا میکنن. یگان بار رنگ ژیرینا اسکینا برآمد در پارلمان تاجیکستان او شپک شوه و گپاشو بلند روانه بگن که کار نمیشه، قانون باید قبول نکنی، نه خیلی باید شوه. رحمانوف میگه همین کار درسته، همه میگن اوکی. او شما بدبختی شما چیه که شما چیزتون بگن ها میگه؟ قانون برای تنظیم برآوردن. من حیران هزار میمونم. قانون برای تنظیم چه خیلی بود خیر خدایی همون تا خیر خدایی رفته سوده، یگان پرابلم نیست.
تنها 200-300 سوم رئیس محله را میتی، 100-200 سوم участковой را میتی، یا نیم تدک با عدل پلیس میلیسا را میبری. این همه قد زیاد کردن. وقتی تنظیم نبود این چیزا را اونو را نمیدادن، مردم میومد یا میخورد یا دعا و فوتیا میکرد میرفت. تنظیم ابرو آوردن مجبوری که участковой یا خطی رئیس محله یگان سوی شما بتی با یک کارسون دیگه آش با عدل روی کنی که ملیسا بخورن. این همینقدر تنظیم برای مردم فایده آوردگیه که تنظیم قریب 15 سال میشود قانونش قبول کردن کو دگیجو خیر خدایی نمیکنن، در همه شهر نویو میکنن. این خیلی گپ نیست که نکنن. چخیت خدایی آدم میخری نمیرفتی خدایی نمیکرده. امروز مردم اگر یک پیاله نان یک پیاله اوقاتش نتی فاتحه نمیخونن. کو بیار لبوی انسان که بگه که من به هیچ میرم در خونه فاتحه میخونم، این خیلی نیست. مردم تو یک ضیافت نکنی، مردم سرجم نکنی، فاتحه در حق گذشتگانت نکنی، هیچ کنه نمیخونه. پراست یگان چیز نکنه خونت کو یگان کس میآید. به همین خاطر برادران عزیز این تنظیمشان فایده نمیکنه. یگان چیشم اینو چی قانون برآوردن زیدی ملت بود. تا 18 ساله مردم مسجد نموندن رفتن. گلکوزی همش صرفای 10-11 را اینا مثال از نگاه میکنیم، همش بانگی سیگارت کش دیسکوتک راون. حالا اگر اینجا بیاریم سوال شما بکنیم که 5 سوره میدونی جای نماز تا میدونی نمیدونن. مردم هم ای دین به دین کرد. ما مردم تاجیک میخوایم که دین آزاد باشه. من همین چیزا میخوام. میخوام که مسجد آزاد باشه، زن مرد مسجد بروه، تعلیم قرآن بگیرن در مسجد، دینشانا بدونن. همین چیزا من میخوام. سبب در چیه که در دیگه دولت ها مثلا ترکا، عربا، بنگلادشی ها نمیدونم هزار ملت ها مسجد دارن، قرآن میخونن در مسجد. یگان گپ نیست. یعنی آلمان دموکراتیه. چون ما نمیتونیم یک دولت دموکراتی همیخلکی بکنیم که همه مردم در چی عقیده باشه، چی دینی باشه آزاد باشن. این همین طلبه که فهمیگیریم. هم که فشارش میارن که همون آدم یا که میبرن زندانش میکنن، یگان کارش میکنن همین آدم. این رحمان به یگان انسان رحم نداره. من پشتیبانی های طلبه که ندارم، نکی گپش میگم که این رحم نداره. لبای دین مذهب چیزی که نباشه این رحمان این نه دین داره نه مذهب که قدر بکنه یک چیه. به همین خاطر برادرای عزیز ما همین برنامه ها را تشکیل کردیم. میخوایم که یک برنامه انقلابی داریم، بیای دستگیری بکنه. بازم میگم که ای همه شهر ناحیه ها یک نفری در کار ما میتونیم که یک کار انجام بدیم که رحمان فایو که دلش بزنه و که ای تاجیکستان بروه. این کار ما میتونیم. من مطمئنم. من برای این کار ای مردم یگان سوم نمیگم که بتیه. همه مصرفش در گردن خدمه. تنها در من همون نفرهای در کاره که یک کار میکنن تمام. ای همه شهر و ناحیه ها خواهش همین است که یک نفری در علاقه برای این رقمای واتساپ هست. انشاءالله که سر میکنیم. ای چند شهر و ناحیه ها هست، من نمیخوام نام شهر و ناحیه ها را بگیرم. انشاءالله که وقتی همین کار سر میزنه ما نشانه خودمون نداریم که فقط با نگن که این داعشه یا که یگان حزب حرکت دیگر. به همین خاطر برادرای عزیز ما را دستگیری بکنید. بمونه لایکاتونا پدیلید بکنین. من راستش نمیخوام که برنامه را طولانی بکنم. من که وقت بیام
یک ساعت تا 2 ساعت برنامه میگذرونم، با مردم میخوام صحبت بکنم، فکر نظرهای مردم بگیرم، یک کاری بکنیم که به فایده همه دولت همه ملت باشه. برادرای عزیز، خب اینجا یک دو نفر هست. برادرای عزیز شما اجازه دادگی نیسته، من متاسفانه نمیتونم که شما را در استودیو پیوست بکنم. اگر نمیتونه با استودیو پیوست شده، برادرای عزیز رقمای تلفن هست، واتساپ، میتونه که زنگ بزنه. خب 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 سلام علیکم. علیکم سلام. برادر در برنامه اشتراک داره شما؟ بعد از برنامه زنگ زدن میتونه برادر من گفت فروش نتو بگردم. تمام، بعد برنامه انشاءالله که زنگت میزنم. فقط یگان چه بنویس که بعد برنامه که همین در اینجا بسیار آدم ها نویستین گم نشوه، بالا دبرای بخونمت. تمام، خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر، اینا در واتساپ هم زنگانه می نویسن زیاد. برادرای عزیز من خواهش میکنم که کسانی که میخواهه که با ما همکاری کنه بنویسه. بعدی برنامه انشاءالله که صحبت میکنیم، نقشه میکشیم باید چیکار بکنیم. یک کاری بکنیم که زلال باید نرسونیم، باید یک کاری بکنیم که فایده باشه، نه اینکه ما 4 نفر را جمع کنیم و بعد حکومت بگیره برای او انسان ها را زندان بکنه و بعد همین خیلی بمونیم. نه برادرای عزیز، باید ما زیرک باشیم. برای چی خاطر من میگم هر یک شهر ناحیه یک نفر شهر مرد ببروه بنویس که من نه آماده‌ام، تمام، من مواد تیار میکنم، به طرح روان میکنم، همون چین فقط همون وقت ساعتش اومد میگم که فلان ساعت میبرید در فلان جا میمونی، تمام. دیگه اصولش خیزش مردمی سر میشوه، مردم میخیزه، انشاءالله که دیگه حکومت سری راهی مردم گرفتن نمیتونه. خب برادران گرامی قدر، اینک چند دقیقه دیگه با شما میمونم، پس آن خداحافظی میکنم برادرای عزیز. اون تا 2 ساعت میشوه که جا با مردمیم. متاسفانه یگان نفر نیست که ببره فکر نظر بگه یا که یگان چی بگه. به همین خاطر وقتی که آدم نباشه دیگه 1.5 ساعت 2 ساعت برنامه کفایه است. اگر مردم میشید با مردم بازم صحبت میکردیم، وقتامون دریغ نمیداشتیم. 3-4 ساعت چند ساعته که مردم میخواست صحبت میکردیم با مردم. متاسفانه امروز ها نمیدونم یا وقتای مناسب ما برنامه نداریم که مردم نمیدرویه یا که چخل شدگی است که بیننده ها در یوتیوب کم شده. ما تا 3000 آدم تماشا میکرد، لایک های 1000 میگذشت. متاسفانه حاجی ما را 550 نفر 580 نفر زیاد تماشا ندارند. خب برادران گرامی قدر، بازم یک بار دیگه دعوت همین است، بیایید یک کاری بکنیم که تیزتر همین حکومت ایبین ببریم. رقمای تلفن هست، خواهش میکنم زنگ بزنید. بعد برنامه لوبای محل رقمای تلفن کار میکنه، زنگ بزنید، انشاءالله که صحبت میکنیم، یک کاری میکنیم که انقلاب کمتر تیزتر بکنیم. خب اینک
برادران گرامی قدر، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه‌های آینده. خدا نگهبانتون. من برنامه‌ام روزی معین نیست برادرای عزیز. من هر روز برنامه میکنم. ببینم که یگان برادران مخالف ندارن افیر، من میبرم 1 ساعت 2 ساعت با مردم هم صحبت میشم. میخوام که مردم از هر جمع بکنم، یک کاری بکنیم که رحمان و تیستر به زندان ببریم، یک زندگی خوب داشته باشیم. این همه چیزا میخوام. خیلی من نمیمونم یک روز تا یک هفته یک روز من تا من مردم از هر جمع نکنم، تا برنامه‌ای که کشیدم عملیش نکنم. من هر روز در همین برنامه ها هستم، هر روز میبرم برنامه میکنم، صحبت میکنم با مردم. به همین خاطر برادرای عزیز دستگیری فراموش نکنید، بمونین لایکاتون، آبونه شوید کسانی که آبونه شدگی نیستین. انشاءالله که کار میکنیم که به منفعت ملت باشه. خب برادران عزیز، تا برنامه‌های دیگر خدا نگهبان. سلام علیکم.